سلام بچه، خوش اومدین ویدیو. من بهادیشا هستم. امروز قراره که فیلم داریم. دو تا چمس داریم، یه دونه پچ صورتی هیروز داریم، 3 تا پچ هیروز قرمز داریم و 3 تا پچ هیروز سبز داریم. آقا خب بچه، اول از دو تا چمس داریم. آقا اول از این چمس شروع میکنیم. داشتون باز کنه بچه ها، یه صد فکر میکنم باشه، نمیدونم. صد پلاتینی بچه، کسایی که پلاتینی هم نمیشتن صد جرف دیگه بچه، کسایی که پلاتینی نمیشتن یه بازیکن خیلی معروفیه که من خودم یکی از فامیلام بهم گفتم. فامیلام خیلی فوتبالیه و بهم گفت که واقعا خیلی بازیکن معروفیه. بچه فیلمبردارم داره کارا رو میکنه که ما داریم خنده قشنگ. بچه پچ دوم من نگفتم بلینگا. و بچه اسم این چیه داخل کامنت ها رو بنویسید. لب زبونم من نمیدونم، بازیکن آلمانی بود، خیلی هم خوب بود. این قدیما خیلی خوب بازی میکرد. حالا چه بریم سراغ سبز یا قرمز یا صورتی. فیلمبردار سبز، بریم سبز. اولی آنباکسشون دوتا ادمنس. بچه نگون که همون دروازه‌بانیه که من فکر میکنم. به قول من کتل بچه گرفتیم و اینشه دیگه نمیشناسم نمیدونم حالا خوبه بدشه دیگه، اینا نمیدونم دیگه. اونقدر ما قدیمی نیست، ما جدید، ما آید. خب بچه پچ دوم بچه نوروز من ندیدم. نوروز کیست آیا؟ و یه بازیکن بایر مونیخیه. وای کریستیانو رونالدو. مولر بچه، مولر قدیمی بوجی. وای تولو تو عمره همچین پک خوبی تولو در نیورده بودم که در آورد. بچه حتما بریم پکای سبز رو بردارید، خیلی خوبه. حالا بریم برای پک دوم. باش برات باز کرد بچه. توتی میگن بهش، چی میگن؟ چیه؟ شما ببینید دیاس بچه من نمیشتازم. کسایی که منچستر سیتی بازن به من بگه. منچستر سیتی بود این دیگه. آره منچستر سیتی بود. بچه آخه این چه کارتی؟ 77 آخه واقعا شرکت کیمی آخه این چه کارتی برای من فرسته؟ تا اونو که نفرستم خود داشت برد. حالا بریم سراغ هم صورتی بازش کنیم. بعد دیگه بریم حاجی کلوبیست چی؟ یا همون به قول خودمون جدیدا پاریس سن ژرمن. بچه این چیه؟ دروازه‌بان الهلاله. اینو من نمیشناسم، شما میشناسید دروازه‌بان؟ ولی حاجی کلوب پاریس سن ژرمن خودم داشت برات چقدر بی صدا شد. داشت برات بی صدا رو بچه بنویس، من ننویسم. حالا بریم برای قرمز. چرا خشمگین باز کرد؟ رودریگویی که من دلم میخواست همیشه در بیارم و درش آوردم. گفت آمریکا. بچه یورو رودریگو داریم؟ اگه داریم برای من کامنت کنید. این چیه؟ بچه من این اتلتیکو مادریدیه را نمیشناسم، حتما برام بنویسید. 2 تا تیم مادرید دارم حاجی، ولی این 2 تا خیلی خفن بود، واقعا خیلی خفن بود. خودم مونده بودم. حالا این یکی دوباره نوروز. بچه اگه کریستیانو رونالدو باشه دیگه واقعا میزنم تو سرم. مسی همه نوروز رو فکرم داخل ویدیو ندیه همشون که نه. بدون دیگه داریم بچه. اگه داخل یه مسی باشه یا رونالدو دیگه میزنم تو سر خودم. یه نوروز دیگه باشه واقعا میزنم تو سرم. و این یکی باز کنید که من نمیشناسم و حتما داخل کامنت ها بنویسید. اگه میشناسی تیمشم بنویسید اینجا. داشت برات اون اطلاعات فوتبالی چی داره.
که انقدر اینا رو نمیشناسه. و خب این هم از پک بازم کوپا امریکا. بچه کارت اولش چیه من ندیدم، شما ببینید. کارت دومش هم ببینید که من هنوز ندیدم. نیمور حاجی، نیمور فوکوس کرد، فوکوس می‌کنم. و این چیه بچه؟ زانه تی درست گفتم فیلم بردار زانه تی. خب بچه ها تو جون بدم فیلم بردار، من خودم از این حافظه بیاییم. و خب بچه ها این بازیکن داخل این پک در اینا در آوردیم داخل این ویدیو. اینا در آوردیم کریستیانو رونالدو. اینا کتل داشت برات بهش میگه، کتل محله. این مولری که من انقدر دوستش دارم، ماش پشمکه، انقدر دوست دارم بخورمش. این که یه بازیکن خیلی چرت و پرت داشت برا، هنوزم داره از دستش فشار میخوره. آخه چرا بچه دوست داریم اینو پارش کنم، ولی حیف که دوست دارم کارتون زیاد. بی خود اینم که دیاس بود. بس درست میگن نمیدونم، من خیلی انگلیسی بلد نیستم. اینم دیاس منچستر سیتی ها. حتما بگین که بازیکن خوبیه یا بدیه. 98 هست مثل اینکه خوب. این بازیکن 82 رو گرفتیم. اتلتیکو مادرید. رودریگو رو گرفتیم که من خیلی دوستش دارم. لیونل مسی، یکمی هم پیسی، نوشابه پپسی. بچه بازی اومده اسمش پپسی من دیگه. این بازیکن که من نمیشناسم 81 بیسیکه. بذار برون و این دوتا کارت هم بیاریم. نیمار جونیور. زانتی بود دیاره، از آرژانتین. چرا آرژانتین؟ چیزش خوبه. و حاجی من هنوز تو کف این کلاپه مونده. یعنی بچه من دوست داشتم فقط دوست داشتم چلسی بود. یعنی دیگه چلسی رو پارش میکرد. این هم که دروازه‌بان الهلاله. بچه اینم من لب زبونم رو تو حالا یه بعد ویدیو همون موقع یادم میافته. خوبه امضای 98 بازیکن آلمان هم هست. بچه کسایی که نمیدونن من عاشق کروس بدون بری ویدیو قبلی رو ببینیم. این از این پلاتینی که الان یه بازی نمیکنه، فرانسوی بود، امباپه را داشت. آقا خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین تا یه ویدیوهای دیگه و ویدیوهای ماینکرافتی که شما میبینید و شملی که میبینید.